اتفاق جالب آرش رضاوند با شیر و موز اومده و پورتوین مدال، یعنی به خاطر اون صحبت آیه آذری جهرومی یه توییت قشنگ. آره توییت خیلی بد از نظر من. بابا من میگم توییت حد از آذری جهرومی و آدمایی که به هر حال تو این مملکت صاحب منصب بودن انتظار میره که دیگه توییتاشون در حد رده سنی چه می‌دونم پایین نوجوان انتظار اشتباهی دارین دیگه به نظرم. نه واقعا منم خیلی خوب شد گفتید توییت های میتونم بگم سخیف، سطح پایین خوب نیست دیگه. من میگم اصلا خوب نیست. حالا این الان آرش چی میگن دیس میگن به اصطلاح ها. آره دیس، یعنی واقعا دیس واقعی بود دیگه این کاری که کرده از آرش رضاوند با شیر و موز، یعنی شیرموز در واقع. نمیتونسته چیز شیرموز نمیتونسته مثلا در اینجوری علنی ترین شکل ممکن شیرموز رو آورده با خودش.